خب سردا امروز چه محصولی رو می‌خوای برای ما معرفی کنی؟ امروز پنیر پروسس با طعم چدار توریست. خیلی هم عالی. خب چه ویژگی‌هایی داره؟ خب این پنیر از انواع پنیرهاییه که با طعم خاص و متفاوتی ارائه شده و همچنین توی دنیا طرفدارای بسیار زیادی داره. منم یکی از طرفداراشم. خیلی هم عالی. و در ضمن این محصول با طعم چدار عرضه شده. طعم چدار. چدار اسم یک دهکده است اگر اشتباه نکنم توی انگلستان که برای اولین بار این پنیر با این طعم اونجا تولید شده و فکر می‌کنم که این طعم متفاوت به خاطر نحوه تولید این پنیره که فرآیند تولیدش با دمای بسیار بالاییه و باعث شده که یک طعم متفاوت و خیلی جذاب داشته باشه. درسته، دقیقاً همینطور.